خدمه خب تا بارك الله خیلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تبارک و تعالی بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمت‌های خوبش. همه نعمت‌های الله سبحانه برای ما و شما هستند. از جمله نعمت بسیار ارزشمندش این تعلیمات دینش است. خب ما رسیدیم در حدیث پنجم، حدیث مادرمان عایشه رضی الله عنها. یعنی نوآوری و بدعت در دین پذیرفته نمی شود، قبول نمی شود. خب عن ام المؤمنین ام عبد الله عائشه رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. خب انشاءالله میریم دنبال ترجمه و تفسیرش. اینجا حدیث شروع می شود، سر می شود از چی؟ از عن ام المؤمنین، از مادر مؤمن ها. اون پرتش میگوید که مادر مؤمن ها کدومش؟ عایشه رضی الله عنها. یعنی که از مادرمون عایشه رضی الله عنها است این حدیث. همین حدیث مادرمون روایت کردن از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. اینجا ام المؤمنین میگه، مادر مؤمن ها، یعنی همسران پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان حساب میشوند. در واقع مادر مؤمنان هستند که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. یعنی النبی اولی بالمؤمنین، النبی یعنی که پیغمبری دلسوزی مهربان ما و شما، اولی بالمؤمنین از مؤمنان از خودشان دیده سزاوارتر است، نزدیکتر است. یعنی پیغمبری دلسوزی ما و شما از ما ده نسبت ما نزدیکتر است. یعنی با جان ما ده از خود پیغمبر نزدیک است. از ما ده با خود پیغمبر بهتر است. پیغمبر ما علیه السلام، پیغمبر ما علیه السلام همیشه کوشش میکردن که تا ما در سختی نغلطیم، گمراه نشیم، بدبخت نشیم، خار و ذلیل نشیم. دلسوز مهربان بودند. اما بسیار از ما خودشون به دست خودشون گمراه میکنند، ضرر زیان میرسونند. اما پیغمبر ما علیه السلام خیلی سخت میگذشت وقتی که ما از امتش یکون کس گمراه میشید و که دچار سختی میشید. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یعنی الله سبحانه و تعالی
وصف پیغمبر خدا میکند که لقد جاءکم رسول من انفسکم، از جنس شما ای مردم ای انسان پیغمبر اومد. یعنی آدم است، اون فرشته و دیگر چی نیست، آدم است. عزیز علیه ما عنیتم، یعنی هر چیز سختی، هر مشکلی، سختی، پرابلمی که در سر شما، در بالای شما میاد، همین سختی مشکلی بر پیغمبر خدا بسیار سخت میگذره. بی تفاوت نبود، بسیار مهربان بود، بسیار درست، بسیار خیرخواه بود. کوشش میکرد که چی؟ امتانش بدبخت نشوند، تباه نشوند، در سختی نرسند، در سختی نزنند. بالمؤمنین رؤوف رحیم، بسیار مهربان بود، لطیف نسبت مؤمن ها. و در حدیث دیگر میفرماد که انما انا لکم، من جز این است که من برای شما پدر ما شما هستم، به منزله ابیکم و اعلمکم، من یعنی به منزله پدر شما هستم و من شما را تعلیم میدم، من شما را میآموزم، من شما را راهنمایی میکنم. بنابراین پیغمبر ما اسلام پدر ما، به منزله پدر ما هستند و همسرانش، زنهایشون مادران ما هستند که همین را الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب میفرماید که و ازواجه و همسران او، یعنی که همسران پیغمبر خدا علیه السلام برای چی؟ امهات المؤمنین، مادران مؤمن ها هستند. تمامی همسر و زنهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان هستند. پس اینجا از مادر عن ام المؤمنین، از مادر مؤمن ها ام عبدالله که مادر عبدالله هست، کی است اون؟ عایشه رضی الله عنها، که عایشه است. یعنی حدیث مادر من عایشه رضی الله عنها از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدن و روایت کردن و نقل کردن. اینجا کنیه مادر من عایشه رضی الله عنها چی گفت؟ ام عبدالله، مادر عبدالله. در حالی که ما میدونیم که عایشه مادرمون فرزند نداشتن، فرزند نداشتن. این برای چی مادر عبداللهش گفت؟ بخی این عبدالله فرزندی اسما است، خواهری عایشه است. این بعضی قول علما است که مادر نه، یعنی خاله به منزله مادر است، نه؟ بنابر همین لقب گذاری شدگی. بعضی دیگر قولان هم روایت کردن که بعضی میگن که مقصد که فرزند پیدا شده، مقصد نورسیده پرت افتش. بعضی این قول گفتگیان نه که مولتاران انا، یعنی که خاله به منزله مادر است، لقب گذاری شده. با بعضی میگن پیغمبر خدا بنابر همین لقب گذاری شده مادر عبدالله. به هر حال مادرمون عایشه رضی الله عنها چین فرزند نداشت، یعنی که پیغمبر ما علیه السلام فرزند از عایشه رضی الله عنها نداشتن. یعنی تمام فرزنداش ترکیب دادن ای اولین زنش، یعنی که اولین زن خدیجه کبرا رضی الله عنها است. عایشه رضی الله عنها سومین زنش است. سوم زنش است. خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 7 فرزند داشتن، 4 تا دختر داشتن، 3 تا پسر داشتن. همش از کیه؟ از خدیجه کبرا رضی الله عنها است، بغیر یک تاش ابراهیم که در خرسولی دنیا گذشتن و همسر موریه قطبیه است. موریه قطبیه ای دیگه زنش است، اما باقی موندگیش همش ای خدیجه کبرا رضی الله عنها هستند. که خدیجه کبرا رضی الله عنها که از همه ما شما میدونید که ماشاءالله بسیار مادرمون درجه مقام بسیار بلندی داشتند، بسیار بای بودند، یعنی مولتی میلیاردر بودند. تمام بایگریش، داراییش در خدمت دین برای پیغمبر خدا دادند تا نشر دین کنند. بعد از گذشتنش، یعنی که 25 ساله بود پیغمبر ما علیه السلام ازدواج کردن با مادرمون خدیجه کبرا، در حالی که خدیجه کبرا رضی الله عنها 40 ساله بودن، 40 سال عمر داشتن.
خب مادرمون عایشه رضی الله عنها سوم زن پیغمبر خدا صلی الله علیه و بودن و عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر الصدیق رضی الله عنه است. یعنی از خانواده بسیار شریف و نجیب، بسیار عالی که مادرمون خودش مقام بسیار بالایی دارند. در طول تاریخ مثل یگان زن مثل مادرمون عایشه رضی الله عنها حدیث روایت کردگی نبودند. یعنی 2210 حدیث ای پیغمبرمون علیه السلام روایت کردگی هستند که یگان زن با اندازه مادرمون عایشه رضی الله عنها حدیث روایت کردگی نبودند. و عایشه رضی الله عنها که از یعنی که بهترین زنان دنیا هستند در تاریخ انسانیت در تاریخ انسانیت. و مادرمون عایشه رضی الله عنها بعد از گذشتن پیغمبرمون علیه السلام یکی از مرجع بود که بزرگان عالمان صحابه پیغمبر خدا یعنی که می رفتن نزد مادرمون سوال میکردن، سوال شرعی میکردن، چون عالم بسیار برجسته بودن، یعنی صاحب اجتهاد بودن، مکثرین که حدیث بسیار روایت کرده بودن، صاحب اجتهاد و فتوا بودن، درجه و مقام بسیار بلند، یعنی که عالم بسیار بلندی بودن و محبوب ترین همسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هستند. که یک زمان عبدالله بن عمر رضی الله عنه سوالش کردن پیغمبر خدا را صلی الله علیه و آله که ای رسول خدا صلی الله علیه و آله کدام انسان مولتر و زیادتر دوستش می‌داری؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله صحبت داشتن، گفتن که عایشه رضی الله عنها. گفتن از مردا چی؟ گفتن که پدرش ابوبکر صدیق رضی الله عنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بسیار مهربان بودن، همه همسرانش دوست می‌داشتن، اما عایشه رضی الله عنها بسیارتر مولتر دوست می‌داشتند. خدیجه کبرا رضی الله عنها بسیار دوست می‌داشتند، بسیار سخت دوست می‌داشتند، اما از همه زیادتر مولتر عایشه رضی الله عنها بسیار دوست می‌داشتند. و عایشه رضی الله عنها در تاریخ منافقین تهمت زدند، تهمتش کردند و امروزه منافقین ادامه دارند. یکی از همون منافقین همین شیعه هستند که بسیار بد میگن، بد زبان میگن، نعوذ بالله، سبحان الله، الله پناه بده. الله سبحانه و تعالی مادرمون، یعنی دفاع از مادرمون کردن. سوره مبارکه النور تقریبا 13-14 آیت در وصف مادرمون نازل شد که یعنی که الله سبحانه و تعالی خودش مستقیما آیت نازل کرد و دفاع کرد از مادرمون عایشه رضی الله عنها. اما منافقین و شیعه، اصلا شیعه کسی هستند که کسانی که در اسلام بسیار خدمت کردن بسیار بدشون میبینن، مثل عایشه رضی الله عنها، عمر رضی الله عنه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، صالح الدین ایوبی رحمت الله علیه. هر کسی که در اسلام بسیار سخت کنه و یا بسیار بدش میبینن. و مادرمون هم چنین تا امروز والعیاذ بالله پناه به الله، این خیلی شخصیت بسیار عظیم بزرگ در تاریخ، همسر محبوبی پیغمبر ما صلی الله علیه و آله دست چی با تهمت به گپ‌های بد میزنن. پناه به الله که الله سبحانه و تعالی خودش مستقیما در سوره مبارکه نور دفاع کردن ای مادرمون. ولی نگاه کنیم اگر در تاریخ بسیار میشه تهمت ها. یکی از تهمت کردن از نزدیکان و پیغمبر خدا کی بود؟ یوسف علیه السلام بود، بهترین پیغمبران الله سبحانه و تعالی. تهمتش کردن. تاریخ با ما شما پوشیده نیست، نه؟ زلیخا تهمتش کرد. اما کی دفاع کرد از اون کودک یعنی نوزاد نه گپ زده، گفت اگر نگاه که کرتای اگر که یوسف اگر از پیش دریدگی باشد، یعنی یوسف عیب دار است و اینم لکاذبین، اگر عیب پشت باشد زلیخا عیب داره، نگاه میکنه عیب پشته. بعد عزیز مصر میگه انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، یعنی که این حیله شما است، مکر شما. میگه که سخن کی است؟ عزیز مصر. مثلا میگه این مکر زنان بسیار عظیم سنگین است. از موضوع بیرون نبرم، ولی مکر میره، مکر مرد، مکر زن. انا مقصد که الله سبحانه و تعالی در اینجا از یوسف از به واسطه فرزندی نوزادی که صحبت نمیکرد، نمیتونست، یعنی نوزاد گهورگی، فرزند در گهوره صحبت کرد، دفاع کرد از یوسف علیه السلام. اما از مادرمون عایشه رضی الله عنها الله خودش مستقیما
قرآن آیت نازل کرد در سوره مبارکه نور، دفاع از مادر مناعشه رضی الله عنها کردند. اما این معنی نداره که یعنی که مادر مناعشه رضی الله عنها از پیغمبر مثلا از یوسف بالا است، نعوذ بالله، هرگز. یعنی یک پیغمبر الله صلی الله علیه و از تمام مردم عادی بلندتر هستند. بعد از پیغمبرها یکم رقم اول پدر مادرمون عایشه رضی الله عنها ابوبکر صدیق میگیره. عایشه مادرمون رضی الله عنها یعنی بسیار شخصیت والا، بسیار صاحب علم کلون، ادب، اخلاق، زرنگ، بسیار دانا، مقام بالایی داشتن. سبحان الله. و یکی از بهترین زنان طول تاریخ انسانیت است که پیغمبر ما مثلا در 6 سالگی نکاح کردن، در 9 سالگی خانه‌اش بردن. اینجا که از نقاطی که باز هم دشمنان اسلام حرکت میکنن که ضربه به اسلام بزنن، تحمد میکنن که های گفتم مثلا که من خودم دیدم، تماشا کردم یوتیوب دا، دشمنان بسیار کار میکنن، حرکت میکنن که مردم مثلا کسانی که از دین دور هستن یا که سواد کمتر هستن از دین بزنشون، گپ‌های میزنن پناه به الله. اینها خیلی ایمان کافر هستن، ایمان ندارن. اما همه کافر نیستن. بعضی کافرها رقم اول پیغمبر صلی الله علیه و در طول تاریخ میمونن. مثل مایکل خالد، نه همین عالمی کی است، همین نیویورک موشوم هستند. باز چندین عالماش گرفتن، 100 بزرگ انسانی بزرگ تاریخی را کتاب کردن. یکمش رقمش که گذاشتن پیغمبر موشوم صلی الله علیه و گذاشتن. اما کسانی که دشمن به دین هستند، دشمنی به دین میکنن، مردم از دین خود دور میکنن، حرکت میکنن، گمراه کنن، ذلیل کنن، بدبخت کنن، جهنمی کنن، انسانا تهمت میزنن که این نبی پیغمبر نمیگه، محمد میگه، نعوذ بالله. انا این برای ما مؤمنان سخت میگذره. ما چون که پیغمبر مثلا از پوست دوش همه چیز دوستار زیادتر مولتر بالاتر دوست می‌داریم. اول هم از الله دوست می‌داریم، بعد پیغمبر مثلا دوست می‌داریم. تحمد میکنن محمد مثلا دختری مثلا نعوذ بالله، زبان من نمیگرده گپای بزنم، خودتون فهمیدین. مثلا دختری 6 ساله را گرفت، انا مادرمون 6 ساله بعد نکاحش کردن، تمام دیگر. این معنی نداره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بسیار مهربان بود، نکاح کردن تا زودتر با ابوبکر نزدیک شوند و مسائل مثلا خیر خود درست تربیت میکردن، تعلیم میکردن. یعنی حتما برای چی نبود، مثلا برای اون کار نبود، بسیار درست مهربان بود، تربیت تعلیم میکرد. بعد در 9 سالگی بردنش خانه‌شون، 9 سال زنده کردن. در سال 18 سالگی مادرمون پیغمبر صلی الله علیه و آله رحلت کردن ای دنیا. یعنی 9 ساله بودن. اون زمان 9 ساله و 10 ساله همون جامعه اون زمان اکثرش همین خیلی شوهر میکردن، 9 10 شوهر میکردن. تو حتی امروز هم هستن در بریتانیا. در سال 2021 یک دختر تولد کرده، نمشش اعلان کرد، در اینترنت هم هست. در 10 سالگی حامله شد، در 11 سالگی تولدش کرد. بغیر از این یکی از سینی کمترین پایینترین انسانی که تولد کردگی در 1993 انا 5 ساله هست دخترک. این هم در اینترنت هم هست، از خونتون. ولی من نمشد ثبت کردگی هم رفتم مطالعه کردم، نمشد ثبت کردم به نام لینی مدینه از پونا در سال 1939 سال تولد کردگی. در سین سال 5 سالگیش 5 ساله 7 ماه تولد کردگی. و این خیلی خودتون میدونید چقدر دخترای هستن که در حالت یعنی سین کم سالشون، مخصوص در همین زمان ما و شما که فاحشه هستن، مثلا زمان فاحشه یعنی که فحشا منتشر شدگی، چقدر دخترها در سین یعنی که خرسولگیشو تجاوز میشن در هر کجی و در مکتب و در دیگر جان، مثلا حامله دار میشن. بعد این تحمید میکنه که اون زمان همین خیلی بود. اون زمان نه فقط عرب ها، یهودی ها، نه غیر مسلمان ها، نه دختراش در سن جوانی در 9 ساله و 10 ساله. مادرمون صفیه رضی الله عنها بنت حیی یهودی بود، در سن قریب 10 یا 11 سالگی شوهر کرد. یهودی خوب هستن، کم نمیذاره. اون جامعه هم وقت زود میرسیدن. در حال ما هم همین خیلی هستن. در سن زمان ما عصر 21 نه، در 2024 نه حاضر نگاه کنید همین خیلی هستن.
در سن تقریبا 12 13 14 میرسن، اما طبق قانون‌های حکومت‌ها در 18 بالا شوهرش میتیان. مقصد هر حرکت میکنن. انا اون زمان هم خیلی بودن. عمر رضی الله عنه در 22 سالگیش والا عالم چند بود خلیفه شد. اما 22 سال 20 21 22 سال زمان ما را ببینید سبحان چه خیلی هستند. یعنی فرق عمر بن خطاب رضی الله عنه دومین یعنی امیر المؤمنین دوم خلیفه پیغمبر خدا عمر رضی الله عنه 21 خیلی 22 ساله بود خلیفه شدن. اسامه بن زید یک لشکری یعنی که سر لشکری پیغمبر خدا سلام 18 ساله بودن. تصور کنید سر لشکری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم 18 ساله بودن. یعنی اون سین همون زمان همین خیلی بودن. یعنی دشمنان دین ضربه میزنن حرکت میکنن. مثلا مسلمان‌ها ما فقط فریب این دشمنان نخوریم. یعنی که ببینید تا حتی در انا اینترنت همه دختره که 5 ساله مثلا تولد کردگی است. 5 ساله 7 ماه بله در اینترنت هم هست. گفتم که چند بار تکرار کردم. 39 گفتگی در چی مانده؟ لینا این ناو در 2021 در بریتانیا دختری 10 ساله حامله شد تولد شد. اما نومش پوشیدن تا گفتن فیتنه نشه گفتن نومش نگفتگی نیستن. به هر حال مقصد یا حرکت میکنن اون زمان نه تا حد در زمان ما دخترها خیلی هستن. مقصد فند فریب دشمنان دیر نخرید. مادرمون عایشه پیغمبرمون بهترین مخلوق خدا هستن. یعنی از ما دیده پیغمبر خدا به ما نزدیکتر هستن. چون که ما بسیار امتانش پیروی از نفس میکنه هلاک میکنه خودمون، اما پیامبر حرکت میکرد ما را محل میکرد. تا حد حدیث هست میگه که من شما میدوید خودتون با دستت پشتتون در آتش میسوزید، من میدوام رای شما را بگیرم، شما از تای دست من حرکت میکنید از حرکت میکنید خودتون با دست پای خودتون در آتش میاندازید. اینجا کی از نزدیکتر نسبت جناب پیغمبر ما علیه السلام است. پس قدم به قدم از پیغمبر ما علیه السلام قدم بزنیم، با سنت‌های پیغمبر چنگ بزنیم، به خصوص همین زمان ما شما در زمان فتنه. کسانی که سوال دارن انشاءالله در چند اگر باشن بعد میتونن که انشاءالله سوال بتین. خب مادرمون عایشه رضی الله عنها در مکه مکرمه تولد شدند. انا در سال 57 هجری از دین درگذشتن در مدینه منوره. ابو هریره رضی الله عنه نماز جنازه خوندن و در جنت بقیع دفن شدگی. در اصل در همون خورش حجرش نیت داشتن که دفن شوند، اما عمر رضی الله عنه میخواست که در کنار پیغمبر خدا سلام در کنار ابوبکر صدیق دفن شوند در حجره مادرمون علیه السلام. وقتی که خنجر میخوره از ابو لؤلؤ مجوسی سبحان الله استوسا میریم از درس بیرون خنجر میخورن میفهمه که دعاش قبول شدگی دعای حضرت عمر فاروق خیلی بود که در خداوند شهادت نصیب کنن در راه خدا در شهر پیغمبر خدا در مدینه منوره. و نیت داشت که در کنار حبیبش پیغمبر و ابوبکر صدیق دفن شود. بسیار دعا میکردن. وقتی که خنجر خورد از ابو لؤلؤ مجوسی فهمید که شهادت میشه و روان کرد به سوی مادرمون که مادرم سلام بگو که مقصد اگر خواهی روزی دیتین روزی دیتین من در کنار پیغمبر و برادران ابوبکر صدیق دفن کنن. اونجا دفن شدن. مادرم روزگی دادن. حضرت عمر رضی الله عنه در اونجا دفن شد در حجره پیغمبر صلی الله علیه و پیغمبر خدا و ابوبکر صدیق رضی الله عنه دفن شدن. و مادرم خودشون در سن 66 سالگی از دنیا درگذشتن، رحلت کردن
و در جنت بقی دفن شدند و در تاریخ بسیار خدمت‌های کلان کردگی‌اند که از عالمای بسیار مشهور هستند، بسیار بزرگ هستند، صاحب اجتهاد رای فتوا بودند. یعنی هر چند بگم کم بودن بازم. خب درجه بسیار کلانی دارند. خب اینجا قالت عایشه مدام فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر خدا فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث فی امرنا، هر کس هر نوع پیدایی ایجاد کند فی امر، در امر ما، اینجا امر دین است، یعنی هر کس هر چیزی نوی را در دین ما پیدا بکند هذا این می شود، یعنی به سوی دین اشاره می شود. یعنی دین پره هست که یعنی احساسی است، یعنی احساسی. اینجا یعنی 5 حواس می شود، دیدن قبیدن شنیدن، 5 حواس شنیدن قبیدن دیدن، خلاصه یکی عقلی می شود، یعنی با عقل احساس می شود، یعنی مشهور است. دین ما این، یعنی این احساسی است در فهم، در عقل. یعنی که هر کس دین، یعنی که مشار الیه اشاره میشه به سوی دین، یعنی دین پره هست. یعنی هر کس در دین ما هر چیزی نوی را پیدا بکند، داخل در آن پیدا بکند، انا ما لیس منه، همون چیز در دین ما نیست، فهو رد، پس همون چیز رد هست، رد کرده می شود، رد است، یعنی قبول نمی شود. منظور این است که هر کس هر چیز نوی را در دین پیدا بکند که همون در دین نیست، یعنی هیچ ریشه، پایه، هیچ اصل در دین نداره، یعنی در قرآن و سنت اومدگی نیست، فهو رد، پس اون رد است. این حدیث صحیح بخاری مسلم است. همین خیلی در دیگر حدیثی انا با عامترش میگه. این حدیث من احدثر میگه، من احدث، هر کس که هر چیزی نوی را پیدا بکنه در دین، هر چیزی نوی را پیدا کنه، یعنی اون چیز تماما نبود در دین. اما دیگری حدیث من عمیله میگن، این با پهنترش میگه، یعنی که هر کس هر کاری بکنه، یعنی یک چیزی نو نیو هر کاری بکنه، یعنی چی نو چی کنه، هر چیزی که چیزی باشه نوای کنه فرق نداره، یعنی این عامترش میگه، بسیار چیزا مول چیز در بر میگیره. یعنی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر کس هر کاری که بکنه، من عمل عملا، هر کس عمل کار بکند کاری را لیس علیه نیست بر اون امرنا، امر ما یعنی دین ما، فهو رد، پس اون رد است. یعنی هر کس هر کاری بکنه که همون کار در قرآن و سنت نباشد، یعنی همون کار در دین نباشد، اون چی است؟ رد است، قبول کرده نمی شود. یعنی اینجا ملاحظه بکنید فی امرنا میگه پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در دین ما، یعنی در دنیا هیچ اشکالی نداره هر کس نو پیدایی بکنه، مثل ماشین، سامانیات دیگه و دیگه و سیویلیزات امروزات، تلفن و اینا، مثلا میکروفون و هر چیزی که باشه، اینها محمود هستند، خوب هستند، یعنی که اینا مشکل ندارن. بسیار مردم که شما بدعت میگه در زمان پیغمبر ماشین نبود، چرا ماشین سر نمیشه؟ آخه این ماشین در دین نیست، این در دنیا یه چیزی نه، اوید در دنیا میگه، در دین نیست. آخه اینجا فی امرنا میگه، در دین ما میگه، در کار ما، مقصد در دین ما میگه، در دنیا هیچ مشکل نداره. ماشین استفاده میکنی، سامانیات استفاده میکنی، قطار یعنی که انا پاییز استفاده میکنی، یا که هر چی وسیله را استفاده میکنی، هیچ چیکار نمیکنه. برعکس اگر همین زمان در همین چیز در زمان پیغمبر اختلاف بود، پیغمبر حتما این استفاده میکردن. این نعمت خدا است، این مشکل نداره، این بدعت است، این گناه نیست. یعنی هر کس هر چیزی که در دین پیدا میکند، در دین ایجاد میکند که اون ریشه نداره در دین، یعنی که این چی معنی داره؟ ریشه دین چی است؟ قرآن و سنت است که مسلمانان باید قرآن و سنت چنگ بزنن، سخت پیروی از قرآن و سنت بکنن. خب
دین کامل شدگی پر است، پر شدگی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی که الیوم اکملت لکم دینکم. آخرین آیه‌ای که آخرین آیه در حج الوداع پیغمبر صلی الله علیه و قرائتش کردن، ابوبکر صدیق گریه کردن. سبحان الله، ابوبکر صدیق بسیار پیشی میگیره، فهمیدن که یعنی که این دین که پر شد، کامل شد، یعنی الله حبیبش از نزد ما میبره. این برای ابوبکر صدیق بسیار سخت گذشت، گریه کرد. بعضی مردم نمیفهمیدن چرا گریه میکنن. که الله سبحانه و تعالی فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دینم را برای شما پر کردم. یگان چیز باقی نموند، دین پر است، الله پرش کرده و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله رسوند از به پرگی. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و اتممت علیکم نعمتم را برای شما پر کردم و رضیت لکم الاسلام دینا. فقط برای شما دین اسلام من برگزیدم. که در دیگه سوره آیت قرآن کریم میگه و من یبتغی غیر این دین عند الاسلام، میگه دین حق نزد الله اسلام فقط است. همون بغیر دین اسلام هم باطل است، از هیچ کس پذیرفته نمیشود، قبول نمیشود. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. هر کس هر دینی را بغیر اسلام پیشه میگیره و اون طبق اون دین زندگی میکنه، فلا یقبل، هرگز قبول نمیشه. الله میفرماید و فی الاخره من الخاسرین. اون انسانی که غیر اسلام دین اسلام دین قبول کرده است، در روز قیامت از جمله خاسرین است، خسران دیدگان است، ضرر زیان دیدگان است. یعنی که جهنم میغلطه، هرگز از جهنم نمیبره بیرون، هرگز از جهنم بیرون نمیبره. خب علما بسیار نسبت همین نوآوری یعنی که بدعت صحبت کردگیند که یکی از سخنان مشهوری امام مالک رحمت الله علیه هر کس میگه اگر بدعت انجام بدهد در دین، این یعنی اتوماتیک این یعنی عقیده داره که یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و یعنی دینش یعنی نسبت دین دستورات خداوندی کمبودی کردگیه، یعنی با پرگی نرسوندگیش نیست، یعنی که این بسیار خطرناکه. و بسیار عالما بسیار کوشش میکردن از همین بدعت ها مردم دوری کنن، چون که یک اسلام چه اسلام یعنی تمام مسلمانان یعنی که جمع میکنن، یک تا میکنن و از تفریقه نگهداری میکنن. بدعت انسانان مسلمان تفریقه جدا میکنن، از همدیگه برادران جدا میکنن. چقدر ملت ها هستن، ملت ناسی هستن، چقدر در کشورهای بدعت هستن که اوش جدا میکنن، در حالی که الله میفرماید این هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. و دیگر آیات فتقون میگه این امت یعنی امت اسلامی یک امت هست، در این ملت یک ملت اسلام تمام، دیگر وجود ندارد دیگر ملت ها. مسلمان تمام یک ملت است. تاجیک، ازبک، روس، امریکن دیگر نیست، قرغیز، قزاق دیگر نیست. مسلمان یک مسلمان، یک ملت مسلمان. هرچی برای خودت میخوای باید حتما برای برادر بخوای. سبحان الله. برای خودت آبرو، عزت، شرافت، امنیت میخوای، باید برای برادر فرق نداره او چی نتیه چی ملت های. اما ما ببین به سبب بدعت هایی که داریم، ما عرف ها عادت هایی داریم، ای ناتسالیسم میکنه، ای تو فلانی کسی چرا این کار نکنی، بابا و اجدادی من نه نمیکنی، بابا و اجداد بگذار. چه الله و رسول میگه، چی میگه این قرآن؟ الله و رسول چی میگه؟ یعنی که الله و قرآن اصلا چی میگه باید نگاه کنی، نه که پدر مادر. درست اگر پدر و اولاد و اجداد اگر که چیزی که گفتن زید قرآن نباشه، یا که یگان مثلا تحت یگان آیه و حدیثی که نداره که مثلا زید نبرن زنده باشه، خیلی اشکالی نداره، خیلی عرف عادت به شرطی که با قانونش نکنن، قاعدهش حتمانیش نگیرن که مردم از هر آزار اشکال نمیکنن. اما به سبب بدعت ها و به سبب عرف عادت هایی که زید میکنن و خود بدعت ها
یعنی اینقدر سخت قبیلگیان که تو حتی میرن ناتسیونالیست میرن تو فلانی کس تو تاجیک تو ازبک تو قرغیز تو قزاق تو روس ما خیلی نه تو چوی خیلی بررف او خیلی در اسلام نیست ناتسیون در اسلام نیست ناتسیون فقط یک مسلمان تمام ملت مسلمان الله دخرام میگه چندین جو تکرار میکنه این هذه امتکم امت واحده این امت واحد است او تا کجا الله میگه تو ازبک تاجیک قرغیز قزاق روس امریکا نیست دیگه کجا است اسلام ما تمام چقدر در مابین ما هم کمبودی هستن پس اسلام متحد میکنه اما بدعت جدا تفریقه میکنه امروز ببین چقدر حدود هست مابین مسلمان یا کجا پیدا شدن چقدر دشمنی هستن مسلمان و مسلمان ولی هوی عکس جا گرفتی هوی اسلام نیستی اسلام تمام یک اسلام یک مرز در روی دنیا تمام نه تو فلانی ما فلانی تو فلانی نصیحت من اسلام نیست این هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاتقون این امت واحده میگه الله میگه از من پروردگار یکتا شما الان ترسه اوکی دیگر آیات میگه از من فقط عبادت بکنه پس بدعت جدایی میکنه اسلام مسلمانان متحد میکنه یعنی که محبت زیاد میکنه دستور میده کنار هم دیگر باشید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بر رشته مستحکم الهی چنگ بزنه همتون میگه الله میگه یعنی با قرآن و سنت از تفریقه از جدایی از دشمنی کینه باز پرهیز بکنه میگه یعنی قرآن و سنت از بدعت پرهیز کن در کار بدعت جدایی میده بین شما و بسیار علما اما النبی میگه این حدیث بسیار مهم است که باید اذیت کرده شود و این حدیث علامه الدقیق العید میگه این حدیث مثل همون حدیث الاعمال بالنیات است یعنی که الاعمال بالنیات یعنی یک قاعده عظیم است که برای پذیرفتن نماز یعنی که باید اخلاص یعنی درونی را چی میکند و حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی درونی را بیان میکند اما این بیرونی را یعنی اعمال بیرونی را یعنی انما الاعمال اعمال درونی میگه اخلاص باشه و خود خدا اما این بیرونی را که از قرآن سنت دایره قرآن سنت بیرون نره شما بدعت نکنه این یعنی که اصلی کلون است میگه بسیار چیز هستن که داخل میشوند در هر یک کشور هر یک چیزی خیلی داره بدعت‌های خیلی داره راستی ما گشتگی هستیم در هر جا در هر ملت دیدگیم بسیار که مثلا تاجیکستان دیگر چیز داره در ازبکستان دیگر چیز دارن در مثلا در افغانستان در ایران و در اون طرف دیگر چیز دارن در هر یک ملت با خودش کو هر یک چیز داخل شدگی هست یعنی که این عرف مایلش عرف که زیاد باشه مایلش بدعت یعنی که چیز دینش میشمونن دین مثلا یک همین صدقه مثلا چیزی مشهور است صدقه‌ای که در کشور ما شما میکنن سه و مخصوص میکنن 3 هفته 40 سال مخصوص میکنن یا نبودن و یا جزء دین میدونن هر کس نکنه بعدش میگن تو نکردی تو حتی فتوای امام حنفی رو یا خوردنش مکروه میکنن مفتی خودمون نمیره برای چی برای مکروه بگن نمیخونش میگن با مخیمه میگه مردم خفه نشه در کنار مردم خیلی میرم خبرش میگم کارو نکنی یخش میگه که معنا که یخش میگه های راست میگه خیلی باید ما بگیم چون که ما شما حرمت به احترام میکنین بهترین چیزی که دور در پیش ما میگذارین چی جا میتونه روز قیامت باید ما بگیم خیلی آخه مالش آخه اینجا پیامبر الله مدام عایشه میگه رضی الله امام بخاری مسلم هم چند این حدیث همه جا هست این دو تا گفت چون که کافیه دیگر نیاز به دیگر محدثین نداره ابو داوود ابن ماجه و دیگرش نداره همین دو تا چی همش حدیث صحیحن مسلم بخاری بنابراین دیگر چیش نگفت همه روایت میکنن یعنی بنابراین همین هر کس هر عمل میکنه دیگه همین در قرآن حدیث هست در قرآن و در سنت پیغمبر هست نیست تمام اما اینها مثلا در میشه صدقه به مردم میره اما ایتای نامگذاری نکنه روزگذاری نکنه اگر نگاه کنی از مسیحی ها گذشتگی ریشش نگاه کنی باز همین ساینیستا هستن که داخل میکنن که مردم از دین بر بگردن من میدونم خودم شخصا در وطن خودم در سالهای گشنگی سختی انا مردم
نونی خوردن نداشتن، مسیحا با پول دعوت میکردن، مسیحا پول بتیم گفتن. تا همه جا تا امروز همین خیلی است نه؟ اما اسلام فقط پول قد دعوت نمیکنه. اسلام حقیقت میرسونه، خوشبختی دنیا و آخرت میرسونه. یعنی خیر، تمام خیر دنیا و آخرت در اسلام جمع شدگیه. پول نمیتیه. اما دیگر چی که باطل هستن، حق نیستن دیگر دینا، بس برای پول چیز مردم فریب میکنن. اون زمان سخت قینی سخت بود، مثلا مردم یک انسان پدرش مرد، چند آوری که من میدونم اون چخی مولای در کشورهای خودمان پدرش مرد، گفتم مردم نگن که مثلا همین نکرد نخوردیم، رفت مسیحی شد، پول گرفت، اومد سویدن گذروند. آی در کجا تو میگیری؟ کدوم دین میگیری؟ مثلا دین ما کجاش میگیری؟ نعوذ بالله. به خاطر مردم نگن گفتن کی جواب میده، بعد هم ملا بچه و عالم جواب میدن، باید بگن این کپورا، باید نه ترسن، حق بگن. اگر حق بگی بیای بگین قرآن و سنت والله تمام، ما یکم گم ندونیم. بگو کجا الله میگه در قرآن، در کجا سنت، در کجا حدیث پیغمبر خدا میگه، تمام جنگ دیدلش نیست. همین خیلی امثال بسیار هستن که در جزء دینشون میگیرن، میگه این حتمانیه، باید بکنی نکنی تمام خدا میزنه. چقدر گپای بعد دشمنیه. این الله یا نمیگه، برعکس وقتی که گذشت 3 روز باز از درس میبریم بیرون، 3 روز عزاداری است که انسان باید بره عزاداری بکنه. دعای مخصوص داره که همش ما میدونیم ان شاء الله. حد همسایه باید برن خدمت کنن خانه مردواره را، چون که این مصیبت داره، مشکل پدرش گذشته، مادرش گذشته، صغیراش فرزنداش با مادر خینه و خی بیچاره، میدونی چقدر این مشکل سخت مادر است. همه اینا بگذاریم کنار، فکرش کمای مردم بکنیم. مقصد در اسلام هست صدقه اینطوری شی نداره، نامگذاری ندارن، اینطوری روزی مشخص ندارن امثال. یا که مثلا در ایران در وقت ما رفتیم، یک کس از دنیا گذشت، هر یک کس میدونه دعا میکنن مثلا. این هم در اسلام نیست. کجای پیغمبر گفته؟ پیغمبر سر میگه میره عزاداری، صاحب مردواره میگه دعا میکنی، اعظم الله اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک. اعظم الله اجرک، الله اجر پاداش عظیم بگردونه، و احسن عزاک، و چطور بهترین احسن خوب بگذاره عزایت رو، احسن یعنی خوب بگردونه عزایت همه مشکلیت مقصد. و غفر لمیتک، و خداوند میت که از تو گذشته است از دنیا، خداوند مثلا مغفرتش کنه، کنارش ببخش. این دعای خیر میاد. دیگراش نیستن، دیگراش اگر گپ بزنی با هزار یک گپ میزنن. نه که باید ما مثلا طالب علم و عالم باید گپ بزنن، حق برسونن. بنابراین این حدیث یعنی دین پرای تمام الله پرایش کرده دینش، نیاز به اگون چیز کمبودی و دبافک نداره. دین پره هست و پیغمبر دلسوزی مهربان ما شما دین همش رسوندگی کمبودی که اگه نیستن. دین پرای، پس هر کس هر کار میکنه نگاه کنه که در دین هست، ریشه داره، پایه داره. نداشته تمام. این حدیث، یک حدیث الان میگن یکی از بزرگترین پایه دین است که دین از گمراهی از ضلالت محافظت میکنه. این بگیم میزان است، یعنی ترازو است. ترازو در دین در این مقیاس میکنه، در قرآن است نیست، نمیکنیمش. ولی بعد انشالله. خب انشالله وای شیخ خیلی بعد میفهمنش بعد درس انشالله مایده. خب همین را دینی الله، همین که دین پره هست، کمبودی نداره. الله سبحانه و تعالی تایید میده قرآن که و انا هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. این تایید میده حدیثه که و انا هذا صراطی مستقیم، حقا همین، یعنی همین قرآن و سنت. هذا صراطی، راه من، الله میفرماید راه من است.
فتبعوه، این را پیروی بکنه، شما از همین پیروی بکنه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، دیگر راه ها را پیروی نکنه. یعنی از غیر قرآن و سنت دیگر را پیروی نکنه، دیگر راه ها را پیروی نکنه، فقط یک راه قرآن و سنت. اگر رفته چی از غیر این راهی راست، راه الله قرآن و سنت است، اگر پیروی کنه ای دیگر راهو، فتفرق بكم عن سبیله، یعنی که از سبیل الله، از راه خدا، از راه مستقیم خدا، راهی که مستقیم است، همون راه مستقیم، یعنی که انسان راست درون بهشت میبرش، بر رضای الله و درون بهشت میرسونش، جاویدانی خوشبخت میشود. یعنی از همین راه میزنش، جداش میکنه. اینجا عالمان اتفاق نظر دارن که به خاطر قبول شدن اعمال نزد الله سبحانه و تعالی دو شرطه، یکی همین به خاطر الله باشد، همون حدیث انما الاعمال بالنیات، دومش با طریقه و روش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله باشد، یعنی از اون بیرون نبروی. مثلا بی فرض مثال میاریم، یک کس مثلا نماز میخونه، نگاه کنید نماز خودش یک جنسی عبادت درسته؟ نماز است که اگر همین جنس عبادت اگر به غیر روش پیغمبر خدا خونیش درست نمیشه، برعکس با گناه میگیری. مثلا یک کس بیا نماز در زمان چی؟ در زمان افتاب براری بخونه، یا که افتاب ششتن مگر به غیر عصر، یا که در زینیت، اینجا حرام است نماز خوندن. لیکن نماز خودش خوبه کو ثواب غیر روش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، اینجا چی میشه؟ گناه میگیری. بنابر همین اینا فراموش نکنید، اصل برای قبول خداوند اعمال که اعمال الله از بندش قبول کنه، یکیش اینش که اخلاص، انما الاعمال بالنیات، هر اعمال به خاطر الله باشد، نه به خاطر ریا، نه به خاطر چیز پول مال دنیا چیز دیگر، فقط به خاطر الله باشد. دومش مطابقت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. علماء وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. يعني متابعتي قلت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، اینجا علما کمی شرح میتونن که یعنی 6 طلبه داره بگیم. اعمال انسان مطابق شریعت میشه، دین خدا میشه به سبب 6 چیز. یکی این از چی میگن؟ یکی سبب کار، سبب اعمال. دیمش یعنی جنس اعمال، جنس کار. سومش قدرش، یعنی چقدر اندازهش. کیفیتش، یعنی زمانش، یعنی مکانش، جوش. اگر همین 6 کار اگر که مطابق نباشند، اون اعمال پذیرفته نمیشود. اول ایکون العمل موافقا للشرع فی سببه، یعنی وقت انسان اعمال انجام میکنه، کار خوب انجام میده، سببش چیه؟ سببش اگر که شریعت امر کرده باشه این درسته. اگر انسان خودش پیش خودش کنه، یعنی سبب همون کار در دین نداشته باشه، سببش خودش باشه، یعنی یک چیزی نو پیش خودش ایجاد کرده، این قبول نمیشه، بدعت میشه. وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعل الله تعالى سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل في بيته ويتخذ سنة. مثلا مثال ما میدونیم که زمانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی سفر میکردن، میرفتن از مسجد رکعت نماز میخوندن، سفر میکردن، وقتی که برمیگشتن باز هم اول مسجد میدرمدن، رکعت نماز میخوندن، بعد چیکار میکردن؟ بعد خونه‌شون میرفتن. این سنت است. گاه وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله میومد پیش از سفر برمیگشت، در پیش در مسجد کم میشست دم میگرفت، بعد مسجد میرفت رکعت نماز میخوند. یک از سنت های است که مردم ما مسلمانان امروز امتاش فراموش کردن. خب همین کار انسان مثلا بیا پیش خودش کنه، مثلا کس میدره خونش میدره، خونش هر دفعه خونش میدره رکعت نماز میخونه، با نیت سنت دین گفته، او دین این نگفته سیره، این قبول نمیشه. اگر مثلا کس بیاد رکعت مثلا همین خیلی پیش خودش جواب نیم بار بخونه، اشکالی نداره. همیشه بیا بخونه و نیتی سنتیش بکنه و دینش بگیره، این بد میشه، این قبول نمیشه، چون که این در از پیغمبر صلی الله علیه و آله ثابت نیست. اما در رکعت نماز شکر وضو ثابت است، نه؟
یا که نمازهای شکرانه وقتی که خبر به پیغمبر اسلام رسید در رکعت نماز میخونه که سجده شکرانه میکرد اینا ثابت هستند اما هر دفعه که خانه بدروی بیای که طهارت کنی در رکعت نماز برای خاطر خانه در این شریعت نگفته است پس به نیت دین کنی قبول نمیشه یک بار نیم بار چیکار نمیکنه گفتیم نه او شکرانه میگویی سوال ما دیگه بده سوالش ما دیگه خب میشوه شکرانه نیت نه این فرض نیست این فقط شکرانه این ثابت است دور که از شکرانه میخونه نعمتهای خداوند نعمت فرزند نعمت چیست بله این اعمال صالح این ثابت است پیامبر خدا نماز شکرانه میخوندن به خاطر نعمتهای خداوند یعنی که باید ما همیشه باید شکرانه کنیم یعنی هر انسان اعمال صالح کنه طبق دین این یکی از علامت شکرگزاری انسان است که قدردانی نعمتهای خداوند میکنه مثلا نمازش میخونه روزش میگیره صدقه میکنه صدقه نفلی میکنه نمازهای نفلی میخونه این اعمال صالح یعنی که شکرگزاری بنده شکرگزاری خداوند تبارک و تعالی است بعضی انسان ها وای میمونن عادت میمونن مثلا 40 بار الحمد خونی اگر کسالت شفا میشد میگه یا که صلوات 4444 بار بگه اگر نیتت به میرسی کده تجربه گذرونده که عالمو همه حقیقتا هم نیتاشون برسیدگی همه هم بیدیت میدارات یا نه نماز اما دادا تونستم یا برگه بگو آدم ها داشت به وایسا میکنند که مثلا من 4444 بار صلوات میگم و مقصد یک نیت به رسیدم که یک بیمار شود کرد چیز اما یک جمعه بیمار شد همچه دست گفته 40 بار الحمد خونه یک شفا مشور کرده وای میگن عدد میمونه بله همین سوال را اگر با میکروفون بکنیم برای کسانی که در چی هستند در اینترنت امروز بفهمند سوال دادن که برادر عزیزمون که بخش وظیفه میگذارن به خاطر کار مقصد برسن چندین هزار بار انا صلوات میخونن درسته این امر در اسلام مدگی است و اصلا پیش از اون کاری که میکنه انسان حرکت کنه کارهای اعمال صالح بکنه صدقه صلوات دعا درود تو قبول شه با مقصد برسه و این با خوبتر میشه این وسیله میشه وسیله اعمال صالح است قبول میشه نزد خداوند بعد به مقصد ان شاء الله میرسی یا که انا بس درد گفتی دستمونی میشوه این هم هست این رقیه است کدام سوره را که بخونی که جایی که درد کرد بالای همونجا میخونی به نیت اخلاص ختم کدام سوره را که بخونی میشوه چند بار که بخونی میشه اما از قرآن میخونی که از قرآن و سنت بخونی خوبتر بهتره اما رقیه یعنی که هر چیزی بخونی میشه تا زمانی که در همون چیز یگان شرک کفر نباشه اما بهترینش ثابتش از قرآن است از دعاهای معصوره که ای پیغمبر خدا موندگی ان مثلا حسن دعا میخوندن رقیه میخوندن دعا میکردن اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق شوف میکردن میشکیدن این دعای معصوره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینها رو کنی بهتره یعنی برای رقیه قرآن و دعا بکنی خوبتر بهتر است ای چیم که از دیگر چیزا رو که میخونن فهمیدین اما هر یک چیز باید سوال کنید نه مقصد شاید بعضی چیزا در دین نباشه همین دو چیزی که شما سوال دادید اینا هستن طوری وظیفه بله وظیفه است که شما وظیفه درست مونده وظیفه خطا نموندگی نیستین وظیفه دعا بده رقیه بده صلوات درسته فهمیدین فقط وظیفه نادرست نمونه برای خودتون یا که مثلا مثال دیگه چیز برای قربانی الله سبحانه و تعالی قربانی چیکار انعام میگنه یعنی شتر گو گوسفند بز یک کس بیا اسب قربانی کنه قربانیش قبول نمیشه او شریعت یارو اسب چی نکرد اسب اگر قربانی کنه و مثلا ذبح کنه و صدقه بکنه پروسه صدقهش قبول میشه اما قربانیش روز عید قبول نمیشه یعنی جنس دیگه کده جنس شریعت معین نکردگی نیست و اصل یا که مثلا خطبه روز جمعه
این ثابت است این خطبه روز جمعه واجب بله بله خب سوال شد که مثلا در کشور ما یا که در بعضی جاها مثلا که روز جمعه خطبه میخونن خدمت به زبان تاجیکی یا که به زبان مثلا ازبکی یا که فارسی انگلیسی یا که نمیسی فرانسه اینها پیش از چی پیش از خطبه اصلی جمعه اینها دعوت میشن اینها موعظه هستند نصیحت هستند که به زبان خودی مردم میگن اما اصلی موعظه‌اش همون خطبه عربیه واجبیش همون است که پیغمبر خدا در زمان خودش و صحابه پیغمبر فرم اصلیش اون خیلیه اما این هیچ اشکالی نداره چون که همیشه مردم با زبان چی میگیم با زبان خودی مردم میفهمیدگی صحبت میکنیم فرم اصلیش اون است اما این همون بگیم با زبان خودمون چی میکنیم ترجمه میکنیم مثلا که با زبان خودمون میگیم هر یک ملت مسلمان با زبان خودش میکنه اشکال نداره این خوبه خب اینا فهمیدین اوکی مثلا تعداد چه مثلا رقم شده زیاد کنه مثلا انا مثلا نماز پیشین 4 رکعت اگر کس 5 رکعت قبول نمیشه به نیت دین کنه مثلا میگم یا که مثلا در چی روزه 30 روزه مثلا 31 32 روز کنی درست نمیشه قبول نمیشه به نیت دین کنه قبول نمیشه این مثلا مشخصه یا که مثلا در طهارت مثلا 3 بار شدن سنت است یک بار شدن فرض است نه 3 بار شدن سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و است یک کس بیاد 4 بار شوماش 4 بار بشوا به نیت دین سنت گفته یعنی قبول نمیشه بلکه ظلم میشه حدیث است که پیغمبر صلی الله علیه و میگه من زاد علی ذلك فقد اساء وتعدى وظلم هر کس میگه که من زاد هر کس زیاد کنه علی ذلك بر این یعنی که 3 بار یک از 4 بار 5 بار شواش به نیت دین به نیت سنت اگر غیج باشه دست پاشه بشوا زیاد از 3 بار هیچ کار نمیکنه اشکال نداره باید بشوا مثلا روحش غیج است از کار اومدگی است مثلا 3 بار توزه نشه 4 بار بشو 5 بار بشو اما کسی که 4 بار همیشه میبشوا یا که 5 بار به نیت دین گفته این قبول نمیشه این گناه پیغمبر الله میگه فقط اساء و تاقی همین انسان اساء کس سرکشی کرد و تعدى تجاوز کرد نافرمان برداری کرد و تعدى و تجاوز کرد و ظلم و ظلم کرد حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه بنا بر همین یعنی این چیز هستن که در یعنی که الله سبحانه و تعالی قبولش نمیکنن یعنی هر چیزی که بله 3 بار مگه اصل ندارم ما یک بار مگه 2 بار مگه 3 بار مگه چرکین گفتم که چرکین مشد 5 بار میشوی 6 بار میشوی تو توزه شدن میشوی شگون شدن اما اینجا مثلا 3 همه میدونن که 3 بار شدن سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و است هر کس به همیشه 4 بار بشوا بگه این سنت های بنیت دین دین یعنی نمیگه این ظلم شده این اساء فقط اساء و تعدى و ظلم پیغمبر خدا میگه نه این همون خطبه است که پیغمبر صلی الله علیه و با زبان خود گفته میشکن روزی چی؟ بله اشکالی نداره بله اون خودش گفتم که اصلی فرم اصلیش همون است که عید خطبهش واجبه کس باید حتما باید گوش کنن انسان ها نماز که خوند
намозе ки хунд бояд ҷумъара чира хутбара баъди намоз мехонад бояд ҳатман гӯш шавад. Аммо ба форсӣ, ба русӣ, ба чӣ ҳамонро бигем чӣ мекунанд? ҳамун хутба аст ба забони худ ки мардум бифаҳманд. яъне даъват таблиғ ишколе надорад. воҷибай вай воҷибай бинобар ҳамин яъне ки дин пурра аст, комил аст. ана бисёр баъд аз касе ки дар дин бидъат иҷод бикунад, касе ки бидъат бикунад қабул намешавад. аз он яъне ки ин ҳадис бисёр сахт мо шуморо ҳаҷдорӣ мекунад ки ҳар коре ки мекунем бояд тибқи Қуръону суннати пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам бошад. аз доираи куллу бидъатин далала ва куллу далалатин фи н-нар. бале хатарнок барои чӣ? Барои ки инҳо гумроҳӣ аст. ҳар як бидъат ҳадиса и ияк вал муҳдасат, ияк вал муҳдасат, ҳатман шумо бисёр сахт парҳез кунед аз муҳдасот, аз навпайдоиш, яъне аз бидъот бисёр сахт парҳез бикунед. ин ҳадис пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. дар идома ки фа иннал бидъата далала, ҳаққоқи бидъат залолат аст, гумроҳӣ аст. агарчи имом Шофиӣ раҳматуллоҳ мегӯяд, агарчи мардум инра ҳамчун як дар чашми мардум чизи хуб битобад, аммо дар ҳақиқат ӯ гумроҳӣ ай. ӯро Аллоҳ нагуфтааст, расул нагуфтааст, дин пурра аст. ин залолат аст, гумроҳӣ аст бидъат. ва куллу бидъатин далала ва куллу далалатин фи н-нар. ва ҳар як залолат дар оташ, яъне ки инсон ба сабаби чиш дар оташ меғалтад. бинобар ин бисёр сахт ҳамин ҳадиса асҳоби пайғамбари Худо бисёр сахт чӣ мекарданд? Аз бидъат парҳез мекарданд. бисёр яъне дина тоза пайравӣ мекарданд. ай ҳама хасу хошок аз бидъат намшин тоза мекарданд, тоза яъне пайравӣ мекарданд. албатта Абдуллоҳ ибн Умар разияллоҳу анҳу яке масҷид омад, пеш ай чӣ мекунанд? Пеш аз қомат мегӯянд мечаспонад дар чӣ? Дар қомат мечаспонанд ку дар ҷои мо ҳастанд. қомат аз Аллоҳу акбар сар мешавад. қадри қомат намешавад, ай чӣ сар мешавад? Аллоҳу акбар такбир сар мешавад. як инсон мехелӣ кард. Абдуллоҳ ибн Умар разияллоҳу анҳу медонед, Абдуллоҳ ибн Умар яъне касе буд ки зиндакунандаи суннати пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд. бирмад рафт гуфт бия рафтем дигар ҷо намоз мехонем, пишти бидъатиён намехонем. Абдуллоҳ ибн Аббос разияллоҳу анҳу бисёр ҳамин ҳадиса бисёр такрор мекард ки мардум эҳтиёт кунед аз бидъат накунед, бидъат дар дин наёред. Действительно ман чанд бор дидагим касоне ки нав ислом меоянд, дар ислом қабул мегем хуб аз Аллоҳу акбар қомат шурӯъ мешавад. аввал аммо аз он аз куҷо шурӯъ мешавад? Аз Аллоҳу акбар қомат ҳаминҷо шурӯъ мешавад. фақат қомат дар мобайнаш қадри қомат салата ду бор мегем, баъд аз он фарқияташ баъд каме тезтар мегем аз он қомата. хуб оҳиста оҳиста гап рафт. хуб ҳаст ягон саволи дигар? ягон саволи дигар бошад гап занед иншааллоҳ. хусусӣ? гап зан. хай. арабо майту мукунатку, ана арабо иту мукунатку, кута арабоя кораша аддин медонистем да бо.
یکی حضور عربو جدا هم فخشو و یک کیس است. بله بله نعوذ بالله بله بله این مثلا ما دین اکنون عربستان پیدا شد همچه با الله تعالی همچه نازل کرد کده ما بیم عبرت میکنیم نه میگی و یا هیچ که با مستملکه نشده هیچ که با کل نشده خیلی دین تیز برونده رفت است جدا هم منافقی کیس است بله و یا چه خیلی شود معاملات باید از اون پیروی نمیکنی برای همین قرار پیغمبر الله گفت که پیغمبر الله گفت من احدث یعنی که هر کس در دین پیدا او عربه او شیخه او عالمه او قاریه او امام جمعه او پادشاه او وزیر هر کس فرق نداره از قرآن از دایره دین از قرآن سنت بیرون باید از او پیروی نمیکنه او یعنی که همیشه باید قرآن و سنت نگاه کنی فرق نداره عرب غیر عرب ما برای ما پریمیر نمیشوند عرب ملت پریمیر نمیشوند فقط قرآن و سنت برای ما پریمیر هستند پیروی از کن هر ما مسلمان هستم بله مسلمان هستم بله بله این امروزه که ما میبینیم در عربستان سعودی موزیکمش نعوذ بالله یا که کافه برای مثلا حلال گفته بنه مثلا تحریف کیسان دینه ببین برای چی میگم که تحریف باید نکنن مردم گمراه نکنن باید از دین بیرون نکنن بسیار غیر کافر میده وقتی میبینم میگه این خوش در دین میگه این اسلام نیست میگه ببین برای باید انسان ما مسلمان باید اوریجینال اسلام باید پیشرفت کنیم مثلا پیشه بگیریم تا مردم غیر مسلمان ببینن توز اسلام قبول کنن بسیار غیر اسلام میبینن میگه این چیه نمیفهمن آقا میگه که برای که در عقلش طور نمیگیره دین همش زوره بنابر همین نه که اونها برای ما مسلمان هستن برای خود دعا میکنیم او زمان آخر زمان فساد منتشر زگه اینو نبودن آیسته بسیار کارهای خطا را در اونجا فاسق فاجر هستن کسانی که دست اونجا آدمای عالم وزمین دارن مردم عادیش بسیار متقیش بسیار هست اما هر کسی که مثلا نعوذ بالله وایرا که مثلا فتوا میتین که مثلا کافه برای حلال نعوذ دیسکوتک حلال نعوذ بالله یا ریشه‌شو بگیره این دشمنان دم صهیونیست هستن اینا از دین بیرون هستن این دین هستن اما کسانی که میره حلالش نمیشورن اینا همش مسلمان فاسق هستن همشون مسلمان چی میکنی کسی حلال دیگه که نعوذ بالله از دین خارج میشه کسی که یک امر خدا رو که خدا حلالش کرده اگه دیده و دونی حرامش بکنه یا برعکس نعوذ بالله چیزی انا حرام حلال یا از دین به دین میشن اما میدونن اینا حرام هستن که میکنن اینا فاسق فاجر هستن این زمان اخیر هستن بنابر همین ما بر از پیغمبر مسلم از قرآن و سنت پیروی بکنیم اصحاب پیغمبر انا سرگذشت باید بخونیم بدونیم و چه کنیم از اونها پیروی بکنیم هست سوال باید گفتن ان شاء الله نعوذ بالله نه ممکن نیست نه حرکت نه برعکس حرکت نه لعنت نکن کسانی که از ما مثلا کسانی برادرای ما و شما خواهرای ما شما را شیطان اره زده است گمراهش کرده است یا لعنت نکنی او و ریشش بکوی و یا مسلمان نیستن مثلا ریشش بکو کسانی در پشتی کارو هستند در پشتی پرده و یا 100% و یا از اسلام بیرون هستند و مسلمان هستند اما کسانی که میکنن بسیار یا مسلمان هستند پیروی میکنن دشمنان اسلام ظاهرا میبینید که مسلمان اما اعتقاد ندارن امروز ببینید مثلا صهیونیست‌ها چقدر مدرسه‌ها دارن قرآن و حدیث میخونن چقدر همین نیویورک نگاه کن یهودی در دست قرآن میخونن فکر می‌کنن ما مسلمان هستند ما مطالعه می‌کنیم دین میخونن دین از ما بخوبتر میفهمن ضربه بر خاطر دین گفتن میخونن یا یک کس نشد اگر همون عادتاش نباشن اگر یک کس میگه این مسلمانه میگه نه که یهودی‌ها را چیش هستند کوکلوش و شبکوش لباسوش که
از دیگه تمام ملت جداش میکنن میفهمیش که یهودای در دوستش قرآن میخونن. اینا هم خیلی خشم مسلمان کتن نمایان میکنن، اصلا نگاه کنید غیر مسلمان هستن. کسانی که این کارو را یعنی که پادشاه میکنن و اختیار میکنن، اینها دشمنان دینی خدا هستند که در خانه اسلام یعنی که انا مکه مکرمه هستن فحش و فساد منتشر میکنن که این بسیار گناه سختین داره، گناه عظیم است که این بگیم با آسانی نمیگذره. اما ما باید با قرآن و سنت روی بیاوریم، نگاه نکنیم عربای خیلی شدن نگاه خشن نزد الله این اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین ما شما عربی ما شما نیست. درسته که ما بله و یعنی مکه را در دل تمام ما شما دوست می‌داریم، اما مقصد عرب که گفتین نزد خدا عرب بهتر نیست. نزد الله سبحانه و تعالی متقین ترین شما چی مرد چی زن فرق تا حد زن ها هم نی مرد زن فرق نداره. این اکرمکم عند الله اتقاکم باید ما شما قرآن و سنت حد سخت بگیریم، از بدعت دور کنیم، دین خدا را سخت بخویم، دعوت به دین خدا بکنیم. اول بهترین دعوت این است که ما خودمون زندگی کنیم طبق دین، بعد دیگر رو دعوت کنیم. خب سوال زمین باید سعودی هم می‌رید که زمین چه کنیم باشد پلیسیه گیرباز باشد میره الله چشم داره کی تمومه دویا این ماسون اوبرگ است زمین باید دجال مثلا راستی اوستا اونجا بسیار چیزا هستن که مثلا سپیرت نوع مثلا ممکنه با در شهر مکه در مدینه منوره غیر مسلمان ممکنه با توریست کدگی نه. الله سبحانه در قرآن صراحتا میگه سوره مبارکه انا توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یعنی الله میگه مشرکان نجس هستند نزدیک نشد به این خانه. اما امروز ما میبینیم که مثلا بسیار غیر دینی عمل کردن، کار کرد دشمنان اسلام کار کردن. باید ما بسیار سخت‌تر باید کار کنیم شب زنده داری و ای گناه پرهیز، از گناه پرهیز، از چشم چرانی، از دروغ، از غیبت، از گپای بی معنی، از ریبو تمام مردم ببین مسلمان اما بس سرکش با ریبو هستن، با حرام هستن. یعنی لقمه و حرام، لباس و حرام، خونه و هم ریبو حرام، همش حرام. بعد از کجا دائم قبول میشه؟ بعد میبینه که همین خیلی سختی در سر امت میگذره. بنابراین پرهیزگاری فکر نکنه که من یک قسم تمام یاردم بعد این قد دنیا مسلمان بسیار کجا میرسن چه خیلی میرسن. نه شما تقوا را پیش کنید والله فکر نکنید شما یک کسی تاثیرتون عملتون میرسه. خداوند از ما دیگه چیز فقط اعمال صالح طلب میکنه، طعام ریز نمیکنه که بترسیم که ما خدا را. فقط تقوا خدا ترسی همین فایدهش بر تمام سراسر مسلمان جهان میرسه. ما اینجا که بدی میکنیم بدی کارمون بر ضرر زیان کارمون بر تمام مسلمان روی دنیا میرسه. خب سوال هست؟ تمامی؟ سوال نیست؟ خب الان سوال بسیار میشود بسیار بله. یعنی گناه عام میشود، یعنی شراب نوشیده میشه، زنا در قد مثلا گناه بسیار عام میشود بله. همه جا میشود. یکی از علامات قیامت همینه که گناه بسیار عام میشود، گناه همه جا منتشر میشود. دیگه که حدیث فهمیدم وقتی که امام مهدی برون آمد از طرف خراسان یاردمچی‌ها میبیان گفتگی وای اومدگیده حدیث عربی فهمیدم معناش انگار نتیستان شما فرسوندی مرا که عربا گفتگی خراسان گفتم چه نظر داشتن ممکن اگه بسیار کس میگن عرب خراسان در ایران هم هست، در افغانستان هم هستن. افغانستان میگن بسیار کس نه که به هر حال بعد من ببینم حدیثه بعد گپ زنم ان شاء الله. مهدی نه
یاردمچیاش میاد انشاءالله آن طرف همین حدیث شاید خلقی ما با فهم نه این یا حدیث ضعیف می موضوع می چون خیلی بسیار حدیث هستن که مردم ما نمیدونن شوخی حدیث ها بسیار مول هستن انشاءالله هر چیز شد انشاءالله ما حدیث نگاه میکنم این شاید که بعد از برنامه‌مون هم یک چیزا بگیریم علامت قیامت خدمت نزدیک باشه اگر که توقعی که بگیره بعد از این حدیثی که تمام کنیم شاید یک کتاب میگیریم کتاب صحیح ترین از علامات قیامت بعد میدان انشاءالله صحبت میکنیم خیلی درباره این حدیث که سوال نباشه انشاءالله جمعش میکنیم دیگه انشاءالله وقتم خیلی دیر شد و آمین خب و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكش